زین الدین زیدان به جادوگر خونسرد معروفه. این لقبو بهش دادن چون توی سخت‌ترین لحظه ها هم آرامش خودشو حفظ میکرد. وقتی توپ زیر پاش بود هیچ عجله‌ای نداشت، با یه لمس نرم توپو کنترل میکرد و بعد با یه حرکت ساده ولی دقیق مسیر بازی رو عوض میکرد. تک تک پاس‌ها و دریبل‌هاش انگار از قبل برنامه ریزی شده بودن. توی فینال و بازی‌های بزرگ وقتی همه استرس داشتن، اون با آرامش خودش کاری میکرد که همه مبهوت بشن. گل‌هاش مثل یه اثر هنری بودن که توی ذهن هوادارا میموند. اون ضربه والی تو فینال اروپا یا اون دریبل‌های نرم وسط شلوغ ترین صحنه‌ها هنوز برای خیلیا خاطره است. تماشا کردن زیدان یعنی دیدن یه هنرمند که حتی توی سخت ترین لحظه ها هم بدون هیجان اضافی بهترین تصمیمات رو میگیره و زیباترین صحنه ها رو میسازه. وقتی کارت زیدان دستته یعنی توی کلکسیونت کارت بازیکنی رو داری که با آرامش و جادوش میتونه مسیر هر بازی رو تغییر بده. کیندی فوتبال.